اداره روسیلخوزنزور ولایت چریابینسک و روسیه خبر داد که کارمندانش امروز با مرز بانون از اول ماه دکامبر سال 2023 از دو حالت کوشش از روسیه به تاجیکستان بردن پرندگان پیشگیری کردند. روز 11 دکامبر سال 2023 در مرز روسیه با قزاقستان در گذرگاه بوگریستوی در ولایت چریابینسک یک شهروند روسیه را منع کردند. او با خود بدون اسناد بیتوری و سرتیفیکات بیتوری با فرم رقم 1 اتحاد گمرکی می‌خواست 27 کبوتر را از شهر یکاترینبورگ روسیه توسط قزاقستان به شهر دوشنبه تاجیکستان برد. بر اساس قسم دوم ماده 10 کودکس قانونشکنی‌های ماموری روسیه این کبوترباز را جریمه بستند ولی با خود بردن کبوترها را به او اجازت ندادند. همین طور روز 5 دکامبر در همین گذرگاه بوگریستوی کارمندان روسیلخوزنزور و مرزبانها مانع به تاجیکستان بردن 20 پرنده دکوراتیوی شدند. سبب باز همان بود نداشتن اسناد بیتوری از جمله سرتیفیکات بیتوری با فرم رقم 1. راننده ماشین گفته است که این پرنده ها را از شهر یکاترینبورگ توسط قزاقستان به تاجیکستان میبرد. او را نیز بر اساس ماده 10 جریمه بسته برای بردن پرندگان اجازت ندادند. قبلا روز 21 نوامبر در همین گذرگاه تلاش از روسیه به ازبکستان بردن 20 پرنده گایچکا پیشگیری شده بود. اداره روسیلخوزنزور یادداشت کرده است که تمام جانوران از جمله پرندگان هنگام عبور مرز از نظارت بیتوری میگذرند. هدف این نظارت را ندادن به پنشوی بیماری‌های سرایتی خطرناک است که می توانند هم جانوران و هم انسانها را سرایت کنند. در صورت سفر با جانور به کشورهای اسنگه باید در کلینیک بیتوری محله زیست و محله سفر جانور شهادتنامه در فرم رقم 1 پر کرده شود. در صورت سفر به کشورهای اتحادیه اوراسیا برای جانور باید از یگان کلینیک بیتوری دولتی سرتیفیکات بیتوری اتحاد گمرک را در فرمت رقم 1 گرفت. این اسناد باید نه کمتر از 5 شبانه روز قبل از سفر پر کرده شود. در داخل قلمرو روسیه برای انتقال جانوران چنین اسناد بیتوری طلب کرده نمی شود. ولی اگر شما یگان جانور را از منطقه‌ای که به خروج بیماری گریپ پرندگان دچار شده است به یک منطقه سالم بردنی شوید، این را به شما اجازت نخواهند داد.